خب سوال دیگر، من در مهاجرتم، پدر و مادرم زنمро به اجازت من به کجایی که خواهند میبرند. آیا این جایز است؟ التماس با حدیث ها فهمونید. برادرای عزیز و گرامی، خیلی وای پدرتای وای مادرتای انا اگر چنده که بالای زن حق شما نسبت پدر و مادر با بالاتره، ولی وقتی پدر و مادرت که زنی تر یگانجا برد تو در غریبی باشی، این با انشاءالله یک یاردن به همون خانم میتایخی. در یک خانه مثال زن من کردن خود در او طرف، خب این طرف مثال شوهر دور بدن، این طرف خانه در کارها مثال مشکل و وزبین. خب جهت دیگر یک بارک بیرون برآمده و آدم یک تماشا و یک دودی دلش گفتی چیزا برآوردن و اینو انشاءالله خیر داره، انشاءالله بسیار خوبه. حتی من یارا توصیه میتونم برای همین مردهایی که امروز مثال زنهاشون در خانه، برای آن که همین زنها حتی دلگیر نشوند، همین زنها هم عصبانی نشوند، همینا هم در درون خانه بیمار نشوند، همراهتون بگیرین در کوچه ها یک ببروید، یگان آشخانه برین بشینین، یگان جای گناهش نیست آخی. برین یک جای یک مقصد در قد کوچه یک شکر الله مهربان این کوچه ها را ببین، این جای نشست های زیبا را ببین، برین یک جای دا بشینین، با یک صحبت های خودتان نکنین. بسیار زندگی با رنگ شد، کار شد، همش با دیگرگون می شود. ولی مادامی که با در مهاجرت باشی یگان زیانی ندارد. بگذار مادرت کجای می رود، از مادرت تو باور نداری، برد زن تا برد همراه خودش مقصد همون بعضی همون غم و دقتی که همون زن دارد، انشاءالله در این حالت ها با دور می شود. این با فایده تا است برادر عزیز، در این مسئله سختگیری نکنید. خطا کردم خطا استغفرالله، ببخشایم خدا استغفرالله، ندانستم هوس با من چه ها کرد، نمود از تو جدا استغفرالله، شدم دور از در رحمانی تو، کجا رفتم کجا استغفرالله، به کار و بار دنیایی گرفتار.